معرفی CMS یا نرم افزار مدیریت محتوا. نرم افزار مدیریت محتوا یا Content Management System برنامه‌ای است که به طور کامل از ایجاد، مدیریت و بروزرسانی یک وبسایت پشتیبانی می‌کند و تمام ابزارهای مورد نیاز برای مدیریت یک سایت را دارا میباشد. CMS چرخه زندگی یک صفحه وب را از ایجاد و بروزرسانی تا انقراض آن در بر میگیرد. CMS همچنین دارای قابلیت مدیریت ساختار سایت، شیوه نمایش صفحات و ارتباط آنها با منوها می باشد. به عبارت ساده تر، CMS نرم افزاری است که برای تولید وبسایتی حرفه‌ای به کار گرفته می شود. CMS سیستم مدیریتی و انتشار محتوای وب است که به کاربران اجازه می دهد تنها با داشتن یک نام کاربری و کلمه عبور توسط یک برنامه کاربردی تحت وب بدون داشتن اطلاعاتی از HTML و استفاده از هیچ ابزار توسعه‌ای آیتم‌های سایت خود را ایجاد و پابلیش نمایند. نه تنها سیستم‌های مدیریتی محتوا به کاربران وبسایت کمک می‌کنند آیتم‌های سایت خود را ویرایش کنند، بلکه این امکان را دارند که به طور خودکار عناصر جهتیابی را ایجاد کنند. آیتم‌های سایت را قابل جستجو سازند. مدیریت کاربران و تنظیمات امنیتی سایت را آسان سازند. صرفه‌جویی در زمان برای ایجاد و بروزرسانی صفحات وب. سازگاری و استحکام بیشتر. راهبری یا نویگیشن پیشرفته. انعطاف پذیری بیشتر. کنترل نامتمرکز سایت. امنیت بالاتر وبسایت. کاهش ورود اطلاعات تکراری. کاهش چشمگیر هزینه‌های نگهداری. اکنون ببینیم چرا شما یک CMS لازم دارید. اگر سایت شما هر چند وقت یک بار، مثلا هر 2 هفته به روز می شود، می توانید به جای اینکه هر بار به یک شرکت طراحی وب مراجعه کنید، خودتان با نصب یکی از این برنامه‌های مدیریت محتوا تغییراتتان را روی سایت اعمال کنید. ویژگی‌های یک سیستم مدیریت محتوا به این شرح است: مدیریت اطلاعات فرستاده شده توسط کاربران و تایید اطلاعات. چند زبانه بودن. ایجاد نقشه سایت داینامیک. امکان ایجاد تجارت الکترونیک یا فروشگاه مجازی. ایجاد فرم برای دریافت اطلاعات کاربران. بهینه‌سازی تصاویر آپلود شده. ایجاد و بروز کردن متاتگ ها. امکان جستجو در مطالب سایت. امنیت بیشتر. گزارش آمار بازدید از صفحات.